حالتون خوب باشه. توی ویدیوهای قبلی در مورد موارد ضروری صحبت کردیم. به دلیل طولانی نشدن ویدیو تصمیم گرفتم که به دو قسمت رو تقسیم کنم. توی این قسمت از ستون سوم موارد ضروری شروع میکنیم و حالا یه سری نکات دیگه هم که تکمیلی هستن رو در ادامه ویدیو خدمتون ارائه میدم. کفی کفش از ملزومات ضروری است. حتما ببرید. اگر حالا میتونید پیش بینی کنید که سایز پوتینتون چند هست. مثلا من خودم کوهنوردی که میرفتم سایز پام مثلا میگم X بود، X به اضافه 1 گرفتم، یه سایز بزرگتر گرفتم و کامل کفی قرار گرفت و خیلی کار راحت تر شد، چون کفشایی که بهتون میدن خیلی 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 خشکن و پات رو خیلی خیلی اذیت میکنن. پس قبلش حتما یه کفی کفش بگیرید. میگم مثلا اگه کفش کوهنوردیتون X، حالا یا خود X سایز X یا X به اضافه 1 رو برای پوتینتون بگیرید. سنج قفلی هم ببینید، باید شما قاعدتا چیتون رو تنظیم کنید، اون به قول معروف میگن آنکارد کردن تختتون و به سنجاق نیاز دارید. البته این سنجاق ها گفته میشه که توی اون به قول ببخشید صدای میاد بیرون، سنجاق قفلی بهتون اون بوفه میفروشه، اما اگه همراهتون باشه، مثلا مخصوصا اگه سنجاق قفلی های بزرگ درشت همراهتون باشه، خیلی توی آنکارد کردن تختتون کمکتون میکنه. آنکارد کردن تخت من یه توضیح بدم، شما یه ملحفه سفید بهتون میدن یا میتونید خودتون هم ملحفه ببرید. باید محکم به صورت خیلی به قول معروف سفت و سخت روی تختتون بکشید و چروکی نباید داشته باشه و برای که حالا مثلا گیرش کنید با سوزن قفلی اونو سنجاق میکنید به تخت، به اون تشکتون. اینم از این. کوله پشتی منظورم اینه که اگر مثلا ببینید، چون دوره ما باز طولانی بود، مثلا پنجشنبه جمعه ما آزاد بودیم، پنجشنبه از عصر آزاد بودیم تا جمعه عصرش که دیگه میاس برگردیم به آموزشگاه. شما میتونید مثلا این کوله پشتی خیلی کوچیک همراهتون باشه، اگر خواستین بریم بیرون مثلا وسایلتون رو ببرید. اینم در نظر داشته باشید. حالا باز آموزشگاه مدرس به این صورت بود که شما حتما باید با لباس به قول معروف مصوب، یعنی پوتین و شلوار و پیراهنی که بهمون دادن و به همراه کلاه بیایم جلوی دژبانی و لباس اون کامل اوکی باشه. بعد حالا اگر مثلا گوشی چیزی میخوایم بگیریم از امانات میگرفتیم و از دژبانی خارج میشدیم، ساعت خروجمون زده میشد، بعد قبلش مرخصی میگرفتیم. بعد میرفتیم بیرون، مثلا یه پارک جلوش بود، حالا بعضی میخواستن لباساشون عوض کنن، لباساشون رو عوض میکردن، میرفتن مثلا حالا کارشون انجام میدادن، جایی میخواستن برن میرفتن، بعد برمیگشتن. برای ورود باز باید لباس مصوب بود، یعنی کامل همون توضیحی که دادم در مورد لباس مصوب بعد انجام میشد و چکتون میکردن. اگر اوکی بود اجازه ورود بهتون میدادن. به همین دلیل میگم کوله پشتی اگر باشه که بتونید مثلا وسایل لباساتون رو توش قرار بدید، میتونه کمک کننده باشه. مالتی ویتامین هم مثل قرص جوشان یا حالا قرصاش هم میتونید همراهتون ببرید، چون بالاخره اونجا شرایطی کم سخت‌تر از بالاخره زندگی روزمره هست. ویروس ها افراد دستاشون شاید نشورن، حتی خود شما ممکن دستتون نتونین بشورین به دلیل خستگی و اینجوری مواردی. بهتره که همراهتون حالا یه سری موارد ویتامینی همراهتون باشه و حالا غذا هم نمیخوام بگم بده، ولی ممکنه ویتامین لازم رو نداشته باشه. این از این. واکس هم خیلی مهمه. بهتون واکس داده میشه به همراه فرچه، اما من پیشنهادم اینه که از این واکس ها فکر میکنم بگردید پیدا میکنید. یه سری واکس ها هستن خوشبو و معطرن. حالا بچه ها همراهشون آورده بودن، دو تیکه بودن، یه تیکش حالت آبتور داشت، شستشو میداد و با اون قسمت دومش میکشیدی روی پوتینات و پوتینات تمیز میشدن. خیلی خیلی حساس هستن روی واکس پوتیناتون و ممکنه حتی به دلیل کثیفی به شما جریمه هم بدن. جریمهش هم مثلا نظافت یه آسایشگاه است. حوله حتما همراهتون ببرید برای حموم، چون حوله بهتون نمیدن. لیف و شامپو، حالا شامپو بدن و سر همراهتون ببرید. البته صابون بهتون میدن اما لیف اینا نمیدن. حتما برای استحمامتون این موارد هم ببرید. ملحفه هم که گفتم بهتون داده میشه، هم برای تختتون هم برای
بالشتون، اما اگر خودتون هم ببرید مثلا اگر کثیف شد بتونید راحت عوض کنید. که از بچه‌ها مثلا حواسش نبود و پوتین نشست، نمیدونم حالا با پوتین نشست یا پوتینش برخورد کرد به اون ملحفش و سیاه شد. با خب حالا با اگر یکی دیگه داشته باشید میتونید راحت عوضش کنید و دیگه موردی نباشه. خودکار دفترچه هم حتما همراهتون ببرید. تو خودکار به ما دادن، دفترچه مانندی هم به همون دادن، ولی خب به نظرم همراهتون باشه خیلی کمک میکنه اگر نکته خاصی یادداشت کنید. به خصوص شما چون به گوشیتون دسترسی ندارید یه سری موارد رو یادداشت میکنید، وقتی که مثلا گوشی داشتید حالا یا چک کنید یا مثلا شماره دوستتون که تازه باهاش آشنا شدید توی دفترچه یادداشت میکنید که بعد بیرون وارد گوشیتون کنید. ببینید این فکر میکنم کامل ترین لیست موجود هست که از این صفحه میتونید عکس بگیرید و حالا بعدا این موارد رو تهیه کنید. فکر نمی کنم دیگه واقعا موردی باشه که توی این دوره شما به اون نیاز داشته باشید و توی این لیست نباشه. اما یه سری راهکار میخوام بهتون بگم که به مشکلات غلبه کنید. ببینید مشکلات، اول این که مشکلات خاصی واقعا نیست، اما برای مثال مشکلاتی که حالا میتونیم ما اصلا اینا رو جزو دسته مشکلات قلمداد کنیم این هستن که دوری از خانواده، که حالا هر روز میتونید باشون تماس بگیرید، ویدیو کال کنید. ارزم به حضورتون مورد بعدی، یکی از مشکلات اینه که ممکنه مثلا دوره به شما سخت بگذره. این کاملا طبیعی هست. ما مثلا فکر می‌کنم یک هفته اول، حتی 10 روز اول از هم که سوال میپرسیدیم مثلا ساعت چنده، بچه‌ها میگفتن مثلا 10 دقیقه گذشته، ولی توی ذهن ما انگار مثلا 5-6 ساعت گذشته. یه شوخی بود که حالا ما می‌کردیم و واقعا هم زمان اولش دیر میگذره، چون بالاخره شما وارد محیط جدید شدید، گوشیتون نیست، خانواده‌تون دسترسی ندارید و حالا این چنین مواردی و خب بالاخره ممکنه کم اذیت کننده باشه. اما من یه سری راهکار میخوام بهتون بگم که اگر اینها رو انجام بدین عذرخواهی میکنم، اگر اینا رو انجام بدین واقعا کمکتون میکنه که راحت تر دوره رو بگذرونید. مورد اول اینه که شما توی اون دوره خب اسرا گفتم دسترسی دارید، میتونید با خانواده صحبت کنید. برای اینکه زمان سریعتر بگذره سعی کنید با بچه‌های دوره ارتباط برقرار کنید. ببینید من روزهای اول هر کسی رو که میدیدم سلام علیک میکردم، از رشتهش میپرسیدم، از شهر محل زندگیش میپرسیدم و چه مواردی مثلا جدیدی که مثلا در موردش میتونستیم با هم صحبت کنیم. مثلا میگم دوره چطور داره برات میگذره، ازدواج کردی نکردی، چند سالته، برنامه چیه. بعد چون هممون توی شرایط مشابهی قرار داریم، اون شخص هم خیلی لذت میبره از اینکه بخواد با شما ارتباط برقرار کنه. به جز یه سری موارد خاص، افراد خاص هستن که حالا میخوان دوست ندارم مثلا دیتاشون شیر کنن، خب خیلی محترمانه مثلا شخص متوجه میشید دیگه دوست نداره ارتباط. ولی معمولا من میتونم بگم 95% افرادی که من باهاش ارتباط برقرار کردم آدمایی بودن خیلی خوش‌ذوق، خوش صحبت، خیلی مهربون، خیلی دوست داشتنی و با هم ارتباط گرفتم، با هم حرف زدیم. هممون میگم چون تو شرایط مشابهی هستیم خیلی کمکمون میکنه که بخوایم در مورد حالا یه موضوعی صحبت کنیم و وقت برامون راحت‌تر بگذره. پس برای اینکه غلبه کنیم به زمان، بهترین راه حلی که من پیشنهاد میدم اینه که با دوستاتون، دوست که اول نیستن، آدمای غریبن، ولی تشکیل دوست بدید، دوست بسازید، دوست سازی کنید و ارتباط سازی کنید و وقت بگذرونید با هم حرف بزنید، معاشرت کنید. این خیلی کمکتون میکنه که دوره سریعتر بگذره. این یکی از مشکلات اصلی و شایع میتونم بگم بود که من فکر میکنم که از بهترین راه حلش اینه. و یه نکته هم اضافه کنم که این پیدا کردن دوست و حالا حتی رشته های متفاوت، شما دارید دوستی هایی میسازید که مطمئنا اگر به هم با هم مچ بشید و هم هدف حتی باشید، مثلا ممکن من خیلی آدم دیدم که دارن اپلای میکنن، تو پروسه اپلای هستن، تو پروسه یادگیری زبان هستن، اینا خیلی خوب کمکتون میکنه. بعد از دوره هم میتونید با هم در تماس باشید و با هم پیگیر مسائل و مشکلاتی که حالا مثلا یه دوست داره باشید. این از این مورد. پس باز تاکید میکنم دوستیابی کنید، افراد رو بشناسید، گپ بزنید. اگر دیدید کسی از سلایقش، اهداف شبیه شما هست حتما شمارش رو بگیرید یا حتی اون شما رو ممکنه بگیره و خیلی اوپن باشید، بذارید ارتباط شکل بگیره. این از این.
و من دیدم کسایی رو که حالا گارد داشتن و این اذیتشون میکنه. یعنی من شخص بود بومی همون کرج بود و خب ارتباط برقرار نمیکرد با افراد. خب این اذیت میشد، مثلا هر روز میومد و قر میزد چرا تموم نمیشه، چرا اینجوری. گفتیم اوکی ببین دوره قرار بگذره، قرار نیست ما برای خودمون سخت ترش کنیم، بذار دیگه داره روزا سپری میشه و کاری از دست ما بر نمیاد جز این که مثلا خوش بگذرونیم، سعی کنیم خوش بگذرونیم. این از این. مورد بعدی آخر هفته ها هست، همونجوری که توی اسلاید قبلم اشاره کردم. مثلا پنجشنبه عصر پنجشنبه ظهر به بعد شما کلاسی نخواهید داشت تا شنبه صبح ساعت 5 صبح که ما باید توی آموزشگاه می بودیم. عذرخواهی میکنم. بعد عرضم به حضورتون خب بهترین راه حل اینه که یعنی ما هفته اول که هیچی با جایی نرفتیم، ولی از هفته های بعد دیگه دوستیامون شکل گرفته بود و مثلا 4-5 نفری 5-6 نفری برنامه میریختیم، مثلا از عصر پنجشنبه یا حالا مثلا 3-4 ساعته میرفتیم بیرون و حالا کافه‌ای، جایی، پارکی خوش میگذروندیم، گپ میزدیم، بالاخره غذایی میخوردیم، از اون محیط آموزشگاه میومدیم بیرون. یا اینکه مثلا خونه بچه‌ها کرایه میکردن و میرفتن توی خونه، لباسی میشستن، استراحت میکردن و حالا به نحوی اون رسته‌ای که حالا به دور از محیط آموزشگاه باشه براشون رقم میخواد. پس اینم من حتما توصیه میکنم که بعد از هفته اول، که حالا اگه هفته اول بشه که چقدر خوب، اگر نه مثلا دیدید هنوز دوستی شکل نگرفته، بعد از هفته اول میتونید شما برید دوستاتون رو تشکیل بدید و با هم قرار بذارید، خونه بگیرید و برید حالا رستورانی، کافه‌ای، پارکی و از این جور. مثلا 4 هفته‌ای که اونجا بودیم من هر 3 هفته شو، یعنی هفته اول که هیچی، 3 هفته بعدیشو هر هفته آخر هفته ها میرفتیم بیرون، حالا از پارک بگیرید تا گرفتن خونه و استراحت و از این جور موارد. اینم پس برای آخر هفته هاتون توصیه کردم حتما برید. یه مورد دیگه هست و اون اینه که ممکنه حالا یا سهوی باشه یا عمدی یکی از فرمانده ها یا سردسته های شما رو شما حساس بشه و به شما گیر بده. ببینید دوره خیلی فشرده هست، قرار نیست با اون شخص زندگی کنید. پس همش به خودتون بگین که دوره میگذره و اصلا هر کاری که قرار است انجام بدم یک بار انجام میشه و تموم میشه. این از این مورد. پس یکی از راهکاراش اینه که ذهنی با خودتون حرف بزنید. اما راهکاری که من پیشنهاد میدم، از چشمشون دور باشید. سعی کنید اگر مثلا فرمانده اونجا وایساده، شما مثلا نرین توی دستپرس زیاد ازش سوال نپرسید که شما رو ببینه و بشناسه و مثلا بخواد بهتون کار بسپاره. این باز تجربه شخصی من، شاید یه نفر بیاد بگه نه اصلا خلافه. من تجربه میگه هرچی ازش چشمشون دورتر باشید به نظر من بهتره. زیاد تو دست پاشون نباشید و بذارید کار پیش بره. شاید نهایت 3-4 بار مثلا به شما نظافت و آسایشگاه بدن، خب اوکی، اینم نهایت یه جارو کردنه که حالا شما انجام میدید و میره تموم میشه. به خودشون هم اینو میدونن و به همین دلیل مثلا زیاد سخت نمیگیرن. اینم از این نکته. یه نکته دیگه هم این که اصلا به دنبال ایجاد دردسر برای خودتون نباشه. اگر کسی شخصی هرچند به ندرت، واقعا من تو این دوره دیدم و همه اکثرا تحصیل کرده و اهل تفکر و دانش و مؤدب بودن، ولی اگر استثناء مثلا 5% افرادی بودن که با شما تضاد فکری داشتن، تضاد نمیدونم اعتقادی داشتن، سعی کنید بهشون احترام بذارید و از کنارشون بگذرید. قرار نیست بحث کنید، دردسر برای خودتون رسونید. چون ببینید مخصوصا آخر دوره فشار روی بچه‌ها زیاد میشه و آستانه تحملشون خیلی کم میشه. مثلا ممکنه با یه تو گفتن، ما دقیقا توی دوره داشتیم که شخص فکر کنم مثلا 10 بار یا 7-8 بار گفت ساکت ساکت و اون شخص دیگه شنید و گفت من میگرن دارم، شروع کرد روش جیغ زدن و حالا خدا رو شکر مثلا ما تونستیم سریع بحث رو تموم کنیم. ولی خب میتونست مثلا به درگیری منجر بشه و خب این مخصوصا درگیری خیلی مجازات بدی براش در نظر گرفتن، حتی به تجدید دوره هم ممکنه منجر بشه. تجدید دوره هم اگر بشید، یکی از حالتاش اینه که دیگه شما نخبه نیستید و با سرباز عادی بعد یعنی به صورت سرباز دیگه عادی وارد دوره میشید.
دیگه دوره نخبگان رو از دست میدید. به همین دلیل سعی کنید آرامشتون رو حفظ کنید، همش با خودتون بگین یه دوره کوچیکه قراره سپری بشه و قرار نیست حالا من آدمی که با من متضاده رو درستش کنم تو این دوره. فقط بگذرید و خیلی راحت از کنار موضوعاتی که مخالف شما هستن عبور کنید، بگذرید ازشون. این هم یه نکته خیلی مهم بود که میخواستم توضیح بدم. نکته دیگه این نمیمونه، تو یادداشتام چیزی ننوشتم در مورد مشکلات. اینی که از اصلی تریناش بود که حالا دردسر براتون ایجاد نشه. اما یه جنبندی بخوام بکنم، من سعی کردم خیلی مختصر و مفید توضیح بدم این مواردی که حالا خودم تجربه کرده بودم. ببینید دوره بسیار دوره ساده‌ای هست، چون دوره بر اساس اون پتانسیل های نخبگان است. خود اون مربی ها هم این رو میدونن که ما هم سنمون بالاه، بالاخره کسی که دکترا یا فوق لیسانس گرفته سن 18 سال نداره و سنش بالاتر است بر قالب جامعه است. مثلا کسی که 18 سالگی وارد دوره سربازی میشه و عذرخواهی میکنم و قاعدتا قرار نیست مثلا سختگیری هایی که به اونا میکنن و برای ما بکنن. این یه مورد دوم این که خب واقعا میفهمن که ماها اهل انجام کارهای این چنینی یدی نیستیم. بعضیامون به قول یکی از مربیون میگفت شما من بیل دستتون میدم، بیل رو مثل خودکار میخواین دستتون بگیرین. خب این خودشون هم میدونن که ما این کار نیستیم. مثلا بعضیامون، نمیخوام بگم همه، ولی به شخص خودم مثلا تا حالا بیل دستم شاید نگرفته باشم، یا گرفتم مثلا 10 بار تو کل زندگیم بوده. خب بیشتر پشت لپتاپ بودم، پشت به قول معروف پیپر نوشتن و کار این چنینی بودم، خودکار به قول خودشون دستمون بوده. این از این مورد. یه نکته هم خیلی دوست داشتم بگم و چقدر جالبه که جمع نخبه هایی که جمع شدیم دوره هم هممون واقعا اون یه ضرب المثل هست میگن درخت هرچی پربارتر سرو زیرتر. واقعا این مصداقش رو میتونید ببینید. ما اصلا هیچ کدومون رو نخبه نمیدونستیم. من هنوزم میگم ما نخبه نیستیم، آدمایی هستیم که تلاش بیشتری برای در راستای درس خوندن، گسترش علم کردیم. ولی خب حالا یه سری مثلا به اون میگفتن نه شما نخبگانین و اینا، ولی خب واقعا خودمون جو قالب بچه هایی که تو دوره ما شرکت کردن، هیچ کدوم نه کسی ادعایی داشت که حالا تو رشته خودش فلانه چنانه. هر کسی تو رشته خودش حاز اهمیت بوده، قدرت داشته، توانایی داشته و تونسته اون امتیازهای لازم رو به دست بیاره و نه کسی داشت ادعا میکرد، نه کسی داشت مثلا فرق فروشی میکرد. من یه نکته ای رو توی اسلاید قبل هم گفتم ولی باز تاکید میکنم، بچه ها حتما شبکه سازی کنید، دوست بسازید و از همه مهمتر اون حس ایموشنالی که از دوستت میگیری. مثلا دوستت تعریف میکنه که اوکی، مثلا خاطراتش رو تعریف میکنه و یا الانش رو میگه، مثلا میگه الان سرما خوردم، الان حالم بده، مثلا شما میتونی کمکش کنی یا تو اگه حالت بد باشه. مثلا این صدای من اگر میبینی سرفه میزنم، توی دوره ما تقریبا هفته آخر، در روز آخر بود که کرونا گرفتیم. وارد، یعنی میتونیم بگیم 80-90% بچه‌ها کرونا گرفتن. من هنوز بعد از گذشته 5-6 روز، یک هفته، هنوز علائمشو دارم و میبینید دیگه هر از گاهی صدا میگیره و اینا. ولی نکته اینه که مثلا دوستان هوامو داشتن، مثلا کسی قرص بهم میداد، که مثلا میگفت اگر مشکلی برات پیش اومد کمکت میکنیم، موردی نباشه. میدونید اون حس ایموشنالی که اون عاطفه‌ای که بینمون هست خیلی ارزشمنده و این میتونه ادامه دار باشه. یعنی شما میتونید تا سالهای سال این دوستی رو ادامه بدید و دوستای خیلی خوبی که توی شرایط خاصی پیدا شدن رو، این دوستی رو ادامه دار کنید. مورد دیگه نمیمونه. امیدوارم که دوره خیلی خیلی راحتی براتون باشه. شک نکنید هست، اصلا برای خودتون پیچیدش نکنید، سختش نکنید. یکی از ساده ترین دوره های زندگیتون به نظر من. ماهایی که دفاع کردیم، مثلا خودم میگم ارشدمون دفاع کردم، خیلی سخت‌تر از این بوده که بخوام مثلا توی دوره شرکت کنم. دوره بسیار بسیار راحته. یکی چالش‌ها داره که حالا من سعی کردم تا جایی میتونم اون چالش‌ها رو بگم که دیگه براتون جدید نباشه.
روز و روزگار بر شما خوش، موفق باشید.